شیخ ابراهیم ادهم یکی از عارفین از جایی رد می شد، جوان یهودی گل به روی شما طول سگی به زنجیر کشیده بود، دنبال شیخ راه افتاده بود. گاه وقتی شیخ نگاه میکرد که صدای خشخش نعلینی پشت سرش داره میاد، یک دفعه نگاه کرد که یک جوانه طول سگی به زنجیر کشیده. شیخ که به راهش ادامه میداد دوباره چه دنبالش راه میافتاد، تا این که در یک تجمع بزرگی جوان صدای شیخ زد: جناب شیخ. روشو برگردون گفت: بله فرزندم. امری بود؟ بفرما پسرم. امری داشتید صدام زدید؟ گفت: بله سوال دارم. گفت: بفرما پسرم، سوالت بفرما. سوالت چیه؟ میشینم. گفت که این دم سگ من میبینید؟ گفت: بله پسرم دم سگتو میبینم. گفت: ریش خودت هم میبینید؟ گفت: بله ریش خودم به من وصله، میبینم. گفت: جناب شیخ ریش تو بهتره یا دم سگ من؟ ریش تو بهتره یا دم سگ من؟ یه لحظه سکوت کرد، گفت که ببین پسرم، اگر ریش من خدایی باشه ریایی نباشه، روز قیامت خودم و ریشم تو بهشت باشم، ریش من از دم سگ تو بهتره. اما اگر ریش من ریایی باشه خدایی نباشه، روز قیامت خودم و ریشم تو جهنم بسوزیم و تو جهنم باشیم، دم سگ تو خیلی از ریش من بهتره. ریش ریایی دم سگ خیلی ارزشش بیشتره. این برخورد، این منطق، این ادب، این خیرخواهی، این دلسوزی، این شفقت، این رحمت. حالا جوان طوری شرمنده شده که نمیتونه سگش رو رها بکنه، یا به پای شیخ بیفته، به دستش بیفته، بوسه بزنه. بالاخره جوان تصمیمش رو گرفت در مقابل این منطق و این برخورد و این ادب و خیرخواهی و رفتار، تسلیم شد که بگه: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.